کن ببینم. شما تب دارید، حالت شب دارید، میلی به رتب دارید، شما بیار میکنید، میلی برخیار میکنید، سرماس هم میشه، میلی به خورمت هم میشه. زبونتون ببینم لطفا. چقدر کم چرکتون اجازتون. دلتون ببینم. زیر دلتون تیر میکشه، حاچک برای کیر میکشه. زیر دلتون دل میزنه که تو گستون چل میزنه. شما آزار انگ ونگ دارید، درد میون لنگ دارید، فشارکونتونم رفته بالا 3 درجه و نیم. حال براتون نسخه می‌نویسم. صندل میدید از این گوش از اون گوش میکنید تو قهوه گوش، گای انگوز گای فنگوز. غذا چنه و بخانشت سبزی، شبم آب شاخ بز میخورید. اومدیم علاجت نشد دوباره چونت پشد. صندل میدید دنبه، میزنید سر سنبه، صاف میکنید تو لنبه، به طور بکنید که انش نقلنبه. باز علاجش نشد دوباره چونش پشد. 3 من نمک فرنگی، 1 من فلفل هندی، 3 من خاک اره، 1 من گوبنده. نرم میکنید 3 قسمت. قبل از نهار قبل از شام آخر شب که میخوای بخوابی. 2 دونه کپسولم برات نوشتم دم قنصل خونه. یه چرک دنبه با خودت میبری، خوب دورش چرب میکنی. اگر ریدی دنبه گیرد نمود یه خورده گیری، دورش خوب چرب میکنی. 1 از بالا کنی 1 از پایین. هر رو میره عرق مستولی هم بالاش میخوری. یه قرص ترامدون هم سر چهاره زن آجان دلیش بهر میخوره. اینم 3 قسمت میکنی میخوری. باز علاجت نشد تو برکونت پاشد. سمدی میاد کیشه میرنه به سر ریشه. اگر دوباره نشد دوباره کونت پاشد میبری سر بزد پیش علی آقای دده براش میرنه تو قده بخور ببین خوبی یا بد. بازم علاجت نشد دوباره کونت پاشد. دم بازار کوشودا 3 من میکوشی 3 من مختوله میکوشه از بالو کنی مختوله از پایین دندون استعمال میکنی. هم دم بسبال بگیره اینجا خرابی پیدا نکنی. بازم علاجت نشد دوباره کونت پاشد. یه پات میذاری کو احد، یه پات میذاری کو بمو، میونه را گیر میکنی بشین سر کنار اون مسجد کندو. البته با یه سرک دنبه به خودت ببری، بی دنبه نباید دیدی. ای کلت داغ شد خوب میشی، ای کلت داغ نشد جونتونت مسافر شد. بازم علاجت نشد دوباره کونت پاشد. 7 گامیش تو لگن پرورش کرده میگه از حسیل آباد اهواز بیارد. فشارش میدی آبش میخوری دندون رو دنبش نمیذاری. بازم علاجش نشد دوباره کونت پاشد. میری سعدی بیش ننه کرم تو تخمت میکنه برم گوزت بکیر بابای کرم آب سردیرم سخت میدی. حالا شو کنه لنبه بندن این تو اوش لنبه بندن آب جهاره ایره بانه نفس اومده تو زانه فتم بکن ایچیر کلاف تو لنبه روزی که رفتی قربت ای بود چرخ لنبه ای مال دستی جمعی رفتی کن قلنبه مطب تو کوچه گزو اثر در میاد کوچه رقوه پهلو خونه آمودینه نمره تلفونم 201 یا اون رو هم نخور نسخه بعد بیتاب ببینم شما که مادر چشم امراش اومدی حواست به نسخه